بسم الله الرحمن الرحیم. درس رو آغاز میکنیم دوستان. پاورپوینت است و رن میکنیم دوستان. در رن نوشته میکنیم که پاور پی این تیم که پاورپوینت باز در قسمت نیو میایم یک چیز که میگیریم به این شکل و اینجا نوشته میکنیم مثلا میگیم که مثال میگیم موضوع کابل کنترل ای سنتر و اینجا میگم که مسیر وارندی قوس شروع یک پروگرام قوس بسته انتر یک ای را انتخاب کردم. براش میگم که به خاطر کپی گرفتن از دوستان ما شما کدام شارتکت داریم؟ آفرین، کنترل پلاس دی. خیلی میایم در این قسمت میگیم کنترل دی. ایش میایم میگیم کابل نه کجام لوگر دیگه اینیش هم انتخاب میکنیم میگیم کجام کنر لوگر. ها میایم در این قسمت دوستان منوی هوم در نیو سلاید هستیم. سکند دوستان دفعه یک سلاید کار میشه که باید ما شما موضوعات در اون نوشته کنیم. یک سلاید کار میشه که در بالای از باید ما نوشته کنیم in the name of Allah. صحیح است و میایم در این قسمت یعنی بالا میایم در قسمت نیو سلاید در این قسمت بلانک سلاید میگیریم. خب و در بلانک سلاید در این قسمت میایم در اینسرت و همچنین یک ورد آرت میگیریم. با کدام شکل؟ به این شکل نوشتهش میگیریم چی in the name of Allah. in the name of چی الله. و این سگم ما سلاید انداختیم. اگر در بین لوگر و کابل کدام سلاید کار میشه خیدین بین از یا کلیک کو در بینش کلیک کو چه رقم سلاید کارت است؟ رقم سلاید است. سگو یک سلاید است اون باز خودتون سگونید. اگر من یک سلاید داشته باشم به این شکل خالی هیچ چیز نداشته باشه دیگه خوب تایپ کردن نمیتونید شما. خب باز بیاین در منوی اینسرت دوستان تکست باکس آخر محدود میکنه. میدونید که دوستان تکست باکس پارتین برش اینه صحیح است نه خودتون اگه در اون نبود خودتون شما انتری کردن میتونید مسیر آرندی قوس شروع قوس بسته انتر. صحیح شد نه در بالای از چیز کار میشه بیاین یک ورد آرت پارتین اینه برش نوشته کنیم که چی دوستان برای مثال این موضوع که است در موضوع کابل سیتی اینه و میایم میره انتخاب میکنیم این در قسمت بالایی میاریم باشه. خلاص فهمیدید تو به قسمت نه اون در هر جایی که سلاید کارتون میشه از اینجا میتونید که یک نیو سلاید پارتین. صحیح است دیگه لیاوت است شکل است. میدونید که سلاید شکلش تقریبا تینه به این شکل باشه. نه میگم کنترل چیزی که هست همون چیز است. ریسیت پس بالا اول میاریش میگم نه همون شکل صحیح است. سکشن بندی میکنه مثلا من این قسمت میگم براش میگم که اد سکشن یک سکشن میپرتیم و براش میگم که رنیم سکشن نام از میتیم به نام چی به نام علی به نام چی دوستان به نام علی رنیم کلش شد به نام علی و از این سلاید به بعد میخوایم به یک نام دیگه ثبتش کنم. از این سلاید به بعد میایم این قسمت براش میگم اد سکشن یک سکشن دیگه میپرتم و همچون رنیمش هم میکنم. چیش میکنم دوستان رنیم و نامش هم میتونم به نام چی دوستان به نام احمد به نام چی احمد. اینا سه سلاید به نام علی ثبت شد و همچون چه سلاید دیگه به نام چی ثبت شد احمد. اون دو بغل کویزی که میکلیک کنی صحیح است نه دو بغل که میکلیک کنی اینجا کلیک کنی صحیح است نه هر کدامش اینجا چی میشه دوستان نشان داده میشه. این سلاید است پس بسرش کو اینجا باز کو هر کدامش برای ما باز میشه. از چی ده؟ نه اینی مثلا بگی این چی بتیم پیش ببرش. صحیح است این یک سلاید دو سلاید سه سلاید دگاش به کلش. خب مگم اینجا یک موضوع است که باز سه دونه از این رقم دیسپلی داده میتونی. خب کلش شو میشه. باز یک گپ است که در موضوع سلاید شو باز اینجا ما شما داریم در کاستوم سلاید باز اینجا میتونیم جداش کنیم. خب این موضوع بعدی است. ها تا به اینجا را شو کو علی که پرزنتیشن داد اینو بسته کو بیا از کی باز کو از احمد باز کو احمد خلاص شد طرفش کو بیا می دامینوی هم براشون بگو که نه کلش اکسپاند کو کلش باز میکنه نه کلاپس کو کلش باز بسته میکنه. میگم نه ریموو آل سکشن چقدر که ما شما سکشن دادیم قاری صاحب اگر طول بسو که ریموو که سوم سکشن چیزی اگر ریموو که در متفاوت دو ورد دی در نو طول ورد پشانو صحیح کنه. میایم دوستان اینجا رو انتخاب میکنیم میاریم بالاتر دیگه این رو فهمیدیم بولد کو ایتالیک کو اندرلاین کو دیزاینرش است. بولد اولترش میسازه ایتالیکش میکنه یک بغله و اندرلاین یک خط در بینش میپرته. اینی دلار ساین که شیدو است پشترش یک سایه میپرته که متوجه باشی. میبینی صحیح است یک چی میپرته یک سایه میپرته. هدف همین تو به قسمت
پس بیایم در اینجا برش رو فعال میکنیم. دیگه اینی که است اینی که است دوستان برام چی است؟ برام استراکتور. مثلا من چی میگم؟ دیگه قسمت میگم این قدر تکس که است اشتباهه، این قدر اشتباهه. میایم این قسمت برش میگم استراکتور. یک خط زدیمش. پس کلیکش میکنیم رو طرف میکنیم. دیگه اینی که است دوستان در بین چی میده دوستان ترتیب میکنم. مثلا اینجا کنسل میمونیم. براش میگیم اینمی کابل با چقدر اندازه باشه؟ تایت، نورمال، لوز، very loose. صحیح است؟ very tight. صحیح که فاصله ها رو بینش جور میکنه. در مور اسپیسینگ بیا اینجا چقدر فاصله میتیش. مثلا میگم این به اندازه 1.2 قدر باشه. میبینید؟ ولی هر چقدر فاصله که میتونه نورمال صحیح است. هر کدامش که میگم شما. دیگه اینی که است دوستان. سنتنس کیس دوستان جمله ساده است. لور کیس حروف خرد میشه و همچنین میگم اپر کیس حروف بزرگ میشه و همچنین میگم کپیتالایز ایچ ورد حرف اول کلام دیگهش خرد میشه و دیگه باش میگم که تکل کیس حرف اول خرد دیگهش چی میشه؟ کلام میشه. من میگم نه همون کپیتالایزیشن صحیح است. حرف اول کلام دیگهش چی؟ خرد. دیگه این انتخاب میکنیم. اینی که از بزرگش میکنه، ایش که از کوچکش میکنه، این بزرگش میکنه. صحیح است نه؟ پس کوچک میکنه. دیگه اینجا رنگ بده برش. بیا یک دلار ساین شدو اینی موضوعات کنش. من میگم نه دیزاین ها رو مکمل از بین برد. می خط کلیک کو خود در خط. فکر کو کی انتخاب کردی. وقتی که این ارسال کمی میذاری پاک میکنه. کل دیزاین هایی که داده باشه چی میشه؟ پاک میشه. پس میگیم کنترل پلاس زد. دیگه موضوع دیگه که در پروگرام داریم دوستان موضوع لیست هاست. مثلا من دینی یک سلاید میپرتم. در بینش کلیک کنید یک سلاید پرتینش و بعد میایم در این قسمت برش میگم در منوی اینجا یک تکس باکس میپرتم چون که اگر ساحه رو محدود بگیرین از چی باید محدود کنین؟ از تکس باکس و اینجا دوستان لیست جور کنین. اینه لیست هاست. مثلا ما میگم که ویندوز میخوانیم، ورد میخوانیم، اکسل میخوانیم، دیگه میگم اکسس میخوانیم، دیگه میگم فرض مثال پاورپوینت میخوانیم، دیگه پابلیشر میخوانیم و نوت میخوانیم، اوتلوک میخوانیم. صحیح است نه؟ بس خلاص. دیگه برش میگم این قسمت انتخاب میکنیم و بعد کنترل شیفت پلاس گردیم اینه. و اینجا دوستان یک دیزاین میتونیم با کدام شکل اینجا میایم برش میگم که اینه به این شکل، 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 اینه به این شکل. صحیح است نه؟ و میایم در منوی انسرت یک ورد آرت میگیریم اینه به این شکل. فهمید به قسمت ورد آرت باز چکسای بسیار مقبول داره. CHE اوتلاین. این دیگه یک اوتلاین بود از چی دوستان؟ از CHE. این از این خطکش ببرش این دیگه قسمت بالا. ساکن این می چکسا که ما میدونیم که یک شکلشون تغییر بدیم. این انتخاب کو بیا در منوی هوم اینجا باز خوب کانورت داریم. مثلا کانورتش میکنیم به این چیزا. اینه. صحیح است نه؟ کانورتش کردیم. یا در منوی هوم در اینجا بود. این در این قسمت کانورت بود. باز پس بیاین این انتخاب کنیم. اینا کنترل شیفت پلاس گردیم. اینا نه که ما که خودش میکنیم خو از اینجا کلانش میکنیم. این از این قسمت. اینا. اینجا کنترل پلاس بی بورد و میایم یک نوشتهش متفاوت بسازیم. سیاه بسازیمش خوبش است. فهمیدین تو به قسمت که خوانده شوه یک کم دیگه بزرگش کنیم باز دیگه خوب صحیح خوانده میشه. اینه و بیاین اینی رو بیاریم این دنی بینش بیاریم. اینه چقدر مقبول آمد نه؟ صحیح است نه؟ که اگر پرسنشن میدادین از این قسمت استفاده کنیم. دیگه فردا بخیر ببینیم که شما چی چیزا جور میکنین. از اینمی قدر که درس خوندین باید شما هر چیز ازی باید جور کنین. خب صحیح است نه؟ سوال است به قسمت. خب تا واسه بعدی بخیر موفق و کامیاب باشید.